تو این ویدیو میخوام براتون یه سری از تست های جذاب و خفن مثلثات رو حل کنم که برای حلش نیاز دارید که با دایره مثلثاتی آشنا باشید. سلام، خوش اومدین به کانال فوتوفن ریاضی. اینجا یه تست خیلی باحال و جدید میخوام براتون حل بکنم، اما بهتره که قبل از تماشای این ویدیو اول این ویدیو رو تماشا بکنید تا این یکی ویدیو رو بهتر یاد بگیرید. توی این تست گفته شده که اگر کوسینوس آلفا برابر باشه با ام های 1 تقسیم بر 2 و زاویه آلفا بین 180 درجه و 270 درجه باشه، حدود ام کدوم هستش؟ این تست هستش و اینم گزینه‌هاشه. حالا برای حل این تست به نظرتون باید چی کار بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ اینجا لازمه که با دایره مثلثاتی خیلی خوب آشنا باشیم و بدونیم که هر یک از نسبت‌های مثلثاتی تو دایره مثلثاتی چه علامتی دارن. توی این تست لازمه که بدونیم اگر آلفا بین 180 درجه و 270 درجه هستش و توی ربع سوم دایره مثلثاتی قرار داره، کوسینوس آلفا توی ربع سوم دایره چه علامتی داره؟ جوابش اینجاست. در ربع سوم دایره مثلثاتی کوسینوس آلفا مقداری کمتر از صفره و از اونجایی که کوسینوس هر زاویه‌ای هم بین -1 و -1 قرار داره، پس از اشتراک بین این دوتا بازه کوسینوس آلفا بین -1 تا 0 قرار میگیره. اشتراک مجموعه ها و بازه ها رو که فراموش نکردیم. اگر فراموش کردین این ویدیو از کانال رو ببینید تا خیلی خوب یادتون بیاد. حالا که فهمیدیم کوسینوس آلفا بین -1 و 0 هستش، مقدار ام های 1 تقسیم بر 2 رو بین -1 و 0 قرار میدیم و برای حل کردن این نامساوی اول طرفین رو ضرب در 2 میکنیم که مخرج از بین بره و حالا اگر طرفین رو به علاوه 1 بکنیم و ساده بکنیم مقدار m میشه بین -1 و +1. اگر تا اینجای ویدیو همراه هم بودی و از ویدیوم خوشت اومد لایک بکن. برای یادگیری 0 تا 100 مثلثات کانال فوتوفن ریاضی رو دنبال بکن تا با تست های کنکور و نکات جذاب مثلثات آشنا بشی. ویدیو هنوز تموم نشده ها. حالا اینجا من میخوام از شما یه سوال بپرسم تا این بار شما جواب منو بدین. سوالم اینجاست که اگر زاویه آلفا بین 270 درجه تا 360 درجه باشه و سینوس آلفا برابر باشه با 3 ام های 2 تقسیم بر 4، محدوده ام رو شما به من بگید که بین چه عددی قرار میگیره. جوابشو برام کامنت بکنین تا ببینم خوب یاد گرفتین یا نه. برای حل این سوال در قدم اول باید تعیین بکنید که آلفا در کدوم ربع قرار میگیره و سینوس آلفا توی اون ربع از دایره چه علامتی داره و توی چه بازه‌ای قرار میگیره. در قدم دوم لازمه که 3 ام های 2 تقسیم بر 4 رو توی اون بازه و اون محدوده قرار بدین و با ساده کردن بازه ام رو حساب بکنید. حل این سوال با شماست و جوابشو از شماها میخوام. منتظر کامنت های شما و جواباتون هستم تا ببینم نظرتون در مورد این سوال چی هستش. اگر دوست دارید نسبت های مثلثاتی زاویه های خاص و رابطه بین نسبت های مثلثاتی زاویه های متمم رو جوری یاد بگیری که دیگه فراموش نکنی، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم تا آخر تماشا بکنی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.